كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس سیوم. الله تعالی یک و یگانه است. والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال یکتا است، نه از طریق عدد یعنی شمردن، بلکه از طریق این که شریک و مانند ندارد. بگو اوست الله یگانه، خداوندی بی‌نیاز که نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده و هیچ شبیه و همتای او را نیست. خداوند متعال یکتا است، نه از طریق عدد یعنی شمردن، بلکه از طریق این که شریک و مانند ندارد. خداوند تبارک و تعالی یکه و یگانه است در ذاتش، مانند او احد نیست، او احد است، زیرا که او را شریک نیست، نه در ذاتش و نه در صفاتش. به ابتدا بود و به انتها باقی میماند و نظیر ندارد. احدیت او را سوره اخلاص باز واضحتر میگوید. این سوره وقتی نازل شد که گروه از مشرکان نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده گفتند خداهای ما از سنگ و چوب و طلا و نقره و دیگر چیزند، خدای تو از چیست؟ در این اثنا حضرت جبرائیل علیه السلام سوره مذکور را به حبیب خدا صلی الله علیه و سلم وحی آورد که بگوید بگو اوست الله یگانه، خداوندی بی‌نیاز که نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده شده و هیچ شبیه و همتای او را نیست. یعنی خداوند در ذات خود تنها است و در صفاتش یگانه است. کسی در ذات و در صفاتش به او شریک شده نمیتواند و ممکن هم نیست. او از همه چیز و همه کس بی‌نیاز است. برعکس همه به سوی او محتاجند و به او نیاز دارند. او محلی پیداشوی و هم پیدا شده نیست. او پدر و مادر ندارد و از کسی زاده نشده است و هم خود او کسی را نزاییده است. پدری کسی نیست و از چنین صفتها پاکیزه است. سوره اخلاص جواب است به دعواهای اهل یهود و نصارا. سوره اخلاص رد است به یهود که حضرت عزیر علیه السلام را پسر خدا می دانند و رد است به نصرانیان که عیسی علیه السلام را پسر خدا می دانند. این دو عقیده خلاف آیت قرآن بوده قبول نشونده است. خلاصه آفرنده تمام عالم با بزرگیش یکتا است، یعنی الله تعالی. اگر فرض کنیم دو آفریدگار باشد، یکی می خواهد که باران بارد و دیگری نمی خواهد، پس در چنین بحث نظام عالم برهم می زند و کشاده تر گوییم حکم زمین و آسمان و هر آنچه در این دو و بین این هر دو هست به دست دو نفر باشد، هیچگاه به یک نظام و به یک قرار نمی ماند. اگر حکم یکی به دیگر غالب باشد، پس دوم عاجز می گردد. هرگز عاجزی خدا را نشاید. خداوند یک و یگانه است و نظام عالم به اختیار اوست. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. تصفو الحياة بنور هدى وتطلع